شما در حال مشاهده مارکت واچ هستید، بررسی خلاصه‌ای از رویدادهای کلیدی دنیای مالی. تدابیر اخیر چین جهت تحریک اقتصادی که پس از همه گیری کرونا فراگیرترین تدابیر بوده‌اند، تأثیر قابل توجهی بر بازارهای چینی داشته‌اند، اما تأثیر آنها بر بازارهای مالی جهان کوتاه مدت بوده است. با وجود رشد قوی شاخصهای سهام چین، بازارهای جهانی با فعالیت کمتر واکنش داشتند و اثر مثبت آن به سرعت کاهش یافت. با وجود خوشبینی کوتاه مدت، کارشناسان شروع به تصور کرده‌اند که آیا این تدابیر قادر به برطرف کردن مشکلات ساختاری عمیق در اقتصاد چین خواهند بود یا خیر. واکنش بازارهای بین‌المللی نسبتاً معتدل بود. بازار سهام آمریکا افزایش اندکی بین 2 تا 5% نشان داد. تضعیف اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی که در روز شنبه آشکار شد، نگرانی در مورد کسادی احتمالی در اقتصاد ایالات متحده را افزایش داد و باعث کمبود خوشبینی گردیده است. بازارهای اروپایی نیز با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند. در دستور کار اقتصادی امروز سخنرانی‌های مهمی توسط نمایندگان بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان قرار دارد که در آنها چشم انداز مصرف و رشد اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. به طور کلی، جهان به یک مرحله جدید از تسهیل سیاست پولی حرکت می‌کند. به جز ژاپن، بانک‌های مرکزی به طور فعال نرخ‌ها را کاهش می‌دهند تا از رشد اقتصادی حمایت کنند. علیرغم کاهش ذخایر نفت و سوخت در ایالات متحده که حمایت اندکی برای بازار فراهم کرد، قیمت نفت در روز چهارشنبه کاهش می‌یابد. ممکن است ناحیه حمایتی نزدیک به سطح $70.50 مشاهده شود. از زمان افت قیمت نفت به پایین‌ترین سطوح از سال 2021 که در 10 سپتامبر ثبت شد، بازار تمایل بهبود نشان داده است. طبق گزارش مؤسسه نفت آمریکایی، ذخایر نفت در ایالات متحده در هفته گذشته 4.34 میلیون بشکه کاهش یافت، ذخایر بنزین 3.44 میلیون بشکه کاهش یافت و ذخایر فرآورده‌های پتروشیمی هم 1.12 میلیون بشکه کاهش یافتند. و اکنون به بازار رمز ارزها بپردازیم. همانطوری رابی میچنک، رئیس بخش رمز ارز شرکت بلک راک، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ در 24 سپتامبر گفت بیت کوین به اشتباه به عنوان یک دارایی پر ریسک تعریف شده است. به گفته رئیس بخش دارایی‌های دیجیتال بلک راک، سهام، نرخ بیکاری، آمار اشتغال یا تولید هیچ ارتباطی با بیت کوین ندارند. به نظر رابی میچنک، بیت کوین به دسته دارایی‌های بدون ریسک نزدیکتر است. وقتی ما به بیت کوین فکر می‌کنیم، آن را به عنوان یک جایگزین برای پول جهانی در نظر می‌گیریم. او افزود که این دارایی نایاب، جهانی و غیر متمرکز است که به دولت‌ها وابسته نیست و با ریسک‌های مرتبط با کشور خاص یا طرف مقابل مواجه نمی‌شود. با تشکر از توجه شما. برای پیگیری اخبار جدید با ما همراه باشید.